امروز ما داریم با شیرین میریم برف. و همگی جاتون خالی بریم با هم آدم برفی درست کنیم. بله بذار کمی کمش کنم. آره سرورم بذارین اون تعدادی هم اونجا گاو میبینین که خیلی دارن برای خودشون خوشحال میچرن و اینم چند تا دیگه. اینجا هم خیلی قشنگ و عالی. اینجا شیرین جان راست. Take the next ride. شیرین در رانندگی. آقا این برم نگاه میکنه بارای خطرناک رانندگی. رسیدیم به این خونه. این خونه رو من نشون بدم. میخواستم بگم ولی یادم بود این خونه اینجا نبود. الان ما رسیدیم به چیز. آره چرساید پارک. اینجا ما میخواستیم بیایم یه دونه خونه بگیریم. مثل یاروی خونه بگیریم مثلا. من اینا رو میگم دیگه. این هم اینجا احتمالاً گرونه. ما یه کمی بیابون‌تر اینجا چپ بریم کنیم. خونه رو میبینین جان من؟ شیرین جان چپم سبز ولی خونه قشنگیه و بله اینجا متعا اگه بتونه آدم اینجا همون زمینی که این خریده بازم کلی گرونه. اینم گوسفندا این زیر درخت داره بارون میاد. دوستان گوسفند اومدن. خیلی هم عالی. آدم اینجا خونه میگیره گوسفنداش هم ول میکنه اینجا و عالی. من که خیلی خوشم میاد. در جاده این ور دره و مهبود قشنگیه. جاده های بیابونیش هم خوبه. میادم بندازه بره بالا. چشم آب نمیخوره این چون دیگه الان اگه میخواست برف باشه باید برف میبود. یک فیلم از جنگل و درختان بلند استرالیایی. این هم از که بغل جاده واسطادیم دست. این هم اینجا که بسته است یک چیز ستون چیزی هم گذاشتن. حالا به اینجا راه زیاد داره. خلاصه این هم از این.
ما داریم کم کم آثار برف رو میبینیم. فاصله تقریبا 2 ساعت و نیم از ملبورن. برف بذار شیرین جان روی چیز وایدش. بله ما لاستیک‌ها هم کم نکردیم ولی فکرم نمی‌کنم مشکلی داشته باشه. البته ما یکم دیر رسیدیم، الان تقریبا ساعت 3:40 است. اگر یه ساعت دیگه اینجا باز احتمالاً شروع کنه یخ بستن. اینجا ما تا حالا نیومده بودیم واقعا، هر سال هم همین بوده. یعنی فکر می‌کردم 3-4 ساعتی ملبورن برف باشه ولی همونجوری که می‌بینید در 2 ساعته به یمن این ماشینمون. و شیرین مگه منو بگیره؟ من دارم همه جا رو میگیرم. اینجا همینجوری که می‌بینی ببین تا کجا برف. شیرین بگیر پای منو بگیر عزیزم، بیار اونور یکم بیجال بچرخونش بیار پای منو. خلاصه
برف بسیار زیاد. اون جلو هم اگه بتونیم نمیشه برگردون. خلاصه که جاتون خالی و اینا. برف حسابیه. سوز بدی هم میاد. چون متاسفانه ما یکم در دوربین مثل که باید برف بازی کنیم. تو نیستی. خیلی دور بود. متاسفانه نشونه گیری آرشا اصلا خوب. ببین جلو پادو. اجازه بدید من اینو باید قطع کنم. قبول نیستش. آمدی؟ Route recalculation. تراکشن کنترل آف کنی دیگه. خدایی. Prepare to bear ride after 550 meters. خوشگل میفته بینه مثل